گنده دروازه‌بانا کرج بوده محسن خیالی. والا فوتبال ادامه میده یه چیزی میشد، مثل بازیگری نیست که استعداد نداشته باشه. حاج خانم عذرخواهی میکنم جلو شما می حرفا گیرشم افتاده به پشت گیرشم اینجوریه عذرخواهی میکنم ببخشید. قاسم سیبیلت میخوام، اگر یه موقع بی‌ادبی کردم زیر سیبیلی رد کن که 2 تا 18 چرخ از زیر سیبیلت رد میشه. بابا من باز عذرخواهی میکنم پشتم به شماست، ببخشید از خودم که پشتم به شما، از اینکه گره لباس جناب خانم موندن. لباس خان بعد میگه ما خودم اومدم تو سینما بعد 20 سال به ما میگه لباس خان.